من اولین سوالم از شما این آقای خلخالی، شما اولین فردی بودید که توسط آیت الله خمینی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان حاکم شهر منصوب شدید. میخواستم ببینم اون موقعی که آیت الله خمینی شما رو منصوب کردن، شما حتما یادتون هست، احساستون چی بود؟ در چه موقعیتی این حکم برای شما صادر شد؟ یه موقعیت استثنایی بود که حضرت امام، با اینکه من تاهاشی داشتم از قبول این سمت، ولی حضرت امام فرمودن که من این حکم را به کی بدهم که به او اطمینان داشته باشم. امام منو ملجأ کردن، یعنی من مغلوب شدم در مقابل فرمایشات امام، لذا من قبول کردم. با کمال قدرت و بسالت وارد محاکمه افراد متجاوز شدیم. اینا نه یک پرونده نه دو پرونده، هر کدومشون بیشتر از 100 پرونده داشته. آقای خلخالی، چطور شد آیت الله خمینی شما را انتخاب کردن؟ چه خصوصیاتی در شما می‌دیدن؟ حضرت امام ما را از بچگی میشناختن. من از بچگی با آقای حاج آقا مصطفی هم مباحثه بودم، رفیق بودم و رفت آمد به خانه امام داشتیم. روی این جهت امام از درستی ما، از نترسی ما واقعا خوششون می اومد. همیشه ما را تشویق میکردن در این جهت. روی این جهت ما این سمت را قبول کردیم و با کمال قدرت وارد مبارزه شدیم. حکمی که آیت الله خمینی برای شما صادر کردند برای محاکمه سران رژیم گذشته، آیا حکم مطلقی بوده یا شما برای اعدام‌ها احتیاج داشتید با ایشون مشوره کنید؟ اولا شما باید سوال بکنید که این حکمی اصلا بوده نبوده. حکمی بوده. فرمان به حجت الاسلام آقای صادق خلخالی، جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ صادق خلخالی دامت حفاظته، به جناب عالی مأموریت داده می شود تا در دادگاهی که برای محاکمه متهمین و زندانیان تشکیل می شود حضور به هم رسونده و پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم شرعی صادر کنید. اینم عین خط امام 5/12/57. این معنا پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعی حکم صادر کنید، معلوم شد من صلاحیت صادر کردن حکم شرعی رو دارم، یعنی یه مجتهد مطلقم. ولی امام اینجوری نمی‌نوشت، میگو با کسی مشورت بکن. این نداره. با موازین شرعی حکم شرعی صادر کنید خودتون دیگه، یعنی احتیاج به منم نداره که مراجعه کنید. آیا هیچ موردی بوده که مثلا چون بعضی‌ها در همون موقع ایرادهایی وارد می‌کردند که مثلا زیاده روی شده یا از این حرفا، یک جمله آقای خمینی اعتراض به من نکرد، چون من تسلیم او بودم. اگه به من میگفت که فلان کار رو نکن، نمیتونستم بکنم. دور من مسلح بودن، افراد پاسدار بودن، کمیته چی بودن، میشد غیر از فرمان امام خمینی چه چیز دیگری هم اونجا گفت. شما موقعی که منصوب شدید به عنوان حاکم شهر، فکر کنم اولین حکماتون رو در مدرسه رفاه صادر کردید و اولین کسانی که اعدام شدن در پشت بام همون مدرسه رفاه بود. اگه ممکنه توضیح بدید اولین حکماتون چطوری صادر شد، برای چه کسانی؟ اینا مفسد فی الارض بودن، یعنی فساد رو در روی زمین گسترش داده بودن، اسلام رو زیر پا گذاشته بودن، قرآن رو به یه معنا اصلا قبول نداشتن. اصلا ملت مسلمان رو اینا هیچ قبول نداشتن. فرمانده این آدمکشا خود فرح بوده. در یک مرحله‌ای که شاه مثلا کسل بوده یا مثلا حال خوشی نداشته که مثلا نتونسته حرفی بزنه، فرح به جای او حرف میزده. دیبا مثلا مادر فرح تصمیم میگرفته. لذا اونا اگر یادتون بوده باشه در همون اوایل امر فرح و دیبا و اینا محکوم به اعدام شدن. اینایی که خود جناب عالی حکم اعدامشون رو در همون روزهای اول انقلاب در مدرسه رفاه صادر کردید، اینا یادتون هست کیا بودن؟ والا بالاخره در مدرسه رفاه چند نفر، 4 نفر اون شب بودن محکوم به اعدام شدن، درسته نمیدونم اسمشون. و بعد در مدرسه علویه در زندان قصر بودن عده‌ای که اونا محکوم شدن و بعد هم در گوشه و کنار مملکت بودن. شما موقعی که این افراد رو محکوم به اعدام می‌کردید، سران رژیم گذشته، آیا محاکمی هم در کار بوده؟ بله، محاکمه می‌کردیم. بعضی از محاکمات 2 ساعت، بعضی از محاکمات 24 ساعت، بعضی از محاکمات 3 روز 4 روز وقت داشت. بی خود میگن که بی محاکمه افرادی رو بذارن دم دیوار، حرف ناجوری. محاکمه البته اونایی که میگن شاید میگن باید شرایط مناسبی باشه،
یعنی دادگاهی باشه، وکیلی باشه؟ اینا ما رو گرفته بودن 15 سال زندان کرده بودن و اسیر کرده بودن و نمیدونم هیچ به حرف ما گوش نمی‌کردن، محاکمه می‌کردن، خودشون هم عرض کنم که حکم رو صادر می‌کردن. ما عیناً همینجوری یا خیلی بهتر از اینا محاکمه می‌کردیم، چون بالاخره مقید به اسلام بودیم. اسلام هر چی اجازه میداد ما اینا رو محاکمه می‌کردیم. اینا چی میگفتن موقعی که شما رو محاکمه می‌کردید؟ یه چیزی که من به شما بگم که در اون سالن آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه یادمه که نشونده بودن افرادی رو، قریب 20 نفر 30 نفر نشونده بودن. می جمله نصیری بود، می جمله خسروداد بود. خسروداد خم شد به پشت سرش، گفتش که اینا کیا هستن؟ آقای نصیری جواب داد، گفت اینا یه مش کمونیست هستن و میخوان ما رو امشب اعدام کنن. اصلا درک نمیکردن که ما روحانی هستیم. گفتن اینا کمونیستن، با اینکه چقدر از این کمونیستان در زندانهای ما محکوم به اعدام شدن و حکم اعدامشون رو گرفتن. ولی اینا اینجوری پیش خودشون خیال میکردن که مثلا وقتی بگیم کمونیست دیگه مردم اینا رو طرد میکنن. از تیمسار نصیری که اون موقع رئیس ساواک بود، شما در موقع محاکمهشون یادتون هست که چی چیزایی میگفت؟ عرض کنم که خیلی عجیبه، من هم تعجبم در اینه که آقای نصیری میگفت که من این 2-3 روزه که اینجا بودم فهمیدم که در کمیته مشترک یه عرض کنم که مسائل شکنجه چیزی هم بوده است. رئیس ساواک ایران که ارتباط با CIA داشته، با آمریکا داشته، با جاهای دیگه داشته، با اروپا، با دستگاه‌های استخباراتی، اینا همیشه اطلاعاتی داشته و تشریک مسائل می‌کرده، داره به من میگه که من 2 روزه اینجا فهمیدم یه شکنجه‌هایی بوده، با اینکه تمام شکنجه‌ها با امضای خودش، با دستور خودش، با دستور ناصر مقدم رئیس ساواک بعدی صادر شده. این نباید آدم اینجوری حرف بزنه. در دفاع از خودش چی میگفت موقعی که محاکمه میشد؟ یعنی میگم من تقصیر ندارم، 2 روزه من اینجا شنیدم شکنجه بوده ولی من تا حالا اطلاع نداشتم. شما از محاکمه آقای نصیری رئیس ساواک دیگه چه چیزی یادتونه؟ ایشون قیافشون من یادم تلویزیون نشون داد، همون روزای اول انقلاب زخمی شد و ایشون کتک خورد. شما ایشون کتک هم زدین؟ نه من کتک نزدم ابدا. بچه‌ها کتک زده بودن بیرون، وقتی می‌خواستن بیارن تو محکمه، اونجا تو راه کتک زده بود. اون محکمه ای نبود که زیرزمینای کمیته رفاه. محاکمه آقای نصیری مثلا چقدر طول کشید؟ 2-3 جلسه بود. یه جلسه شب بود، قریب 3-4 ساعت طول کشید. یه جلسه از روز بود، قبل از ظهر بود، بعد از ظهر بود. اما عمده این بود که اینا مفسد فی الارض بودن، یعنی فساد در روی زمین گسترش میدادن. یعنی نمیشد به اینا رحم کنی. اگر به اینا رحم میکردی، اینا رو میبخشیدی، خب رضایت مردم رو نمیتونستی به دست بیاری. شما بعد محاکمات دیگری هم انجام دادید، از جمله محاکمه هویدا نخست وزیر ایران. محاکمه هویدا بود، محاکمه خسروداد بود، محاکمه ربیعی بود، رحیمی بود. در مورد خسروداد میگویند که تا آخرین لحظه دفاع میکرد. بی خود میگن. باور کنید که اصلا اینا اینقدر روحیه‌شون رو باخته بودن که نمیشد توصیف کنی. مثلا یکی از اونا که خیلی میشد آدم چه کنی، بیدابادی بود. بیدابادی گفت من گول زنمو خوردم، زنم به من گفتش اینا مولان و آخوندن و شما رو محاکمه نمیکنن. بعد معلوم شد که نه، بی خود میگفت. خب اگر به من اجازه میدادن من حکم اعدام خودم را خودم صادر میکردم. ما هم گفتیم که این یه چیزی مسئله جزئیه که حالا چه خودت صادر کنی چه یکی دیگه صادر کنه، بالاخره تو محکوم به اعدام است. شما میگید اینا خودشون رو باخته بودن، فکر نمی‌کنید در اون وضعیتی که وجود داشت به هر حال اینا میبایست خودشون رو میباختن؟ شاید بله. چرا؟ هر کی باشه در اون مرحله خودشو میبازه. این افرادی که شما حکم اعدامشون رو صادر میکردید و محاکمه میکردید از سران رژیم، اینا در محاکماتشون از رژیم گذشته، از رژیم شاه دفاع میکردن؟ آرزو داشتم که یه نفر از اینا پیدا بشه که دفاع از شاه بکنه ابدا. حتی بعضیاشون پیشنهاد میکردن، مثل سپهبد حجت رئیس ورزش ایران بود که مثلا به من میگفتش که شما به من اجازه بدید برم شاه رو از مراکش بگیرم بیارم. در مورد آقای هویدا نخست وزیر ایران شما چه چیزی یادتون مونده از محاکمهشون؟ ایشون خیلی اصرار داشت که مثلا 25 سال دیگه زنده بمانه، تاریخ 25 ساله ایران رو بنویسه، فلان کنه و اینا. خب اینا یه عذری نبود. بالاخره کسانی که محکوم به اعدام شدن باید برون دیگه. حالا کسانی پیدا میشون که تاریخ 25 ساله رو بنویسن. ولی فکر می‌کنید که هویدا
به هر حال اسرار و اطلاعات زیادی از رژیم پهلوی داشت و میتونست این کارو بکنه و این به نفع انقلاب ایران بود. من باور نمی کنم. خودشون میگفتن. نصیری میگفت که میان صبح زود سازمان امنیت ما رو میبرن، اصلا معلوم نیست کجا میبرن، از کجا میارن. خودش میگفت اطلاعات دقیق ما نداریم. اطلاعات دقیق شاه داشتن، زن شاه داشت، افراد دیگه. آقای خلخالی، شما وجدانتون کاملا راحت هست الان که حکم این افراد به اون شکلی صادر شد که صادر شده؟ مگر همه اینا زنده بشن بیان دوباره محکوم به اعدام میکنن؟ در همون شرایط بدون محاکمه که بوده، با همون شرایط، با همون وقتی که بود. بعضی از شما نقل کردن که شما گفتید که بعضی از این افرادو که اعدام میکردید بعد شب به حالشون گریه میکردید، درسته؟ من یک ذره گریه به حال اینا نکردم، هیچ. زندگی من توأم با صراحت بود. یه بچه گمنام از خلخال پاشده اومده بود، درس خونده بود، به یه جایی رسیده بود، شاگرد آقای خمینی شده بود. خب اینا بوده دیگه، دست ما که نبود. متأثر بشم برای اعدام اینا ابدا، هیچ وقت. یعنی کینه داشتید از اینا؟ نه کینه نبوده، انتقام این مردم بدبخت بیچاره. شما بعد از اون در مورد قاچاقچیان و بعد در کردستان و جاهای دیگه هم حکمای صادر کردید. در مجموع یادتون از چه تعداد حکم اعدام صادر کردید؟ والا زیاد بوده، من یادم نیست، شاید بیشتر از 100 نفر بود. شما بعد از محاکمه سران رژیم گذشته مدتی هم در کردستان بودید و عکس معروفی چاپ شد دو موقع در روزنامه اطلاعات که عده‌ای دارن اعدام میشن، تیرباران میشن که حتی روی برانکارد بودن یا زخمی بودن. اینا رو بی خود تلاش میکنن که یه چیزی بگوین، یه دروغ رو چند دفعه تکرار کنن تا بشه راست. نه خیلی اینجور مسائل مطرح. ما با صداقت و با بدون پیرایه اینا رو محکوم به اعدام کردیم. اینا بوده. اما دیگه ما به اینا برای اینا گریه کردیم و نشستیم اشک ریختیم. اینا حرفای نه من غریبمه. اون در مورد خب سران رژیم گذشته وضعیتش فرق میکنه با کسانی که در کردستان جزء فعالین بودن. به هر حال اونها هم زمانی مخالف رژیم شاه بودن ولی حالا به هر حال مشکلاتی با رژیم اسلامی داشتن. تجزیه کردستان را می‌خواستن. ما مدارک زیادی داریم از اینا. کاغذایی داریم، امضای دست جمعی، امضای فردی بوده که اینا می‌خواستن در کردستان تجزیه بشه، کردستان بشه یک کشور مستقل. و ما نمیتونستیم زیر بار این بریم. شما در مورد کردستان هم اجازه آیت الله خمینی رو داشتید؟ بله، دستور آقا بود. دستور جداگانه یا مثل همون دستور؟ دستور جداگانه، از رادیو خوندن که شما رو مأمور کردن به این کردستان؟ بله دیگه، گفتن شما حرکت کنید. رادیو قطع کرد برنامه خودش رو، چون اینا ریخته بودن پاور رو اشغال کرده بودن. امام ناراحت بود، امام به من گفت برو قائله رو حل کن. ما پاشتیم رفتیم قائله رو حل کرد. در کردستان شما چطوری قائله رو حل کردین؟ چی کار کردید که قائله تموم شد بالاخره؟ کسانی که اسلحه به دست بودن اینا رو گرفتیم، کسانی که مقابله میکردن اینا رو گرفتیم. خیلی ساده بود. اونا محاکمه میشدند؟ بله، بی محاکمه کسی رو ما اعدام نکرد. ولی اون عکس معروف که یک نفر رو برانکارد هست، شما دیگه خودت ژورنالیستی، اونا رو درست میکنن دیگه، بالا پایینش قطع میکنن و یه چیزی درست میشه. یعنی شما هیچ کسی رو حکم اعدام صادر نکردید که مجروح بوده، در بیمارستان بوده؟ نه، ما هم هیچ کسی رو اعدام نکردیم. بعد از کردستان شما در مورد ترکمان صحرا یه مدتی رفتی، توماج و اینا. جرجانی و واحدی و مختوم در رأس اینا بودن، در رأس دو گروه های خلق ترکمن بودن عده زیادی هم بودن. ولی اونا جرمشون چی بود؟ محکوم اون تجزیه میخواستن، با روسا با هم شده بودن، هلیکوپتر می اومد اسلحه می برد برای این طرف رودخانه اترک، اونام اون طرف کمک میکردن. خلاصه اونام تجزیه میخواستن. روسا تازه وارد افغان شده بودن، میخواستن این قسمت رو ببرن از بالای خراسان برود به هرات. و بعد شما حکم اعدامشون صادر کردید؟ بله، حکم اعدامشون صادر کرد. به دلیل تجزیه طلبی؟ بله، تجزیه طلبی ایران. بله، ایران یک پارچه باید باقی باشه. در دادگاه ثابت شد واقعا که اینا تجزیه طلبی میخواستن؟ بله، گفتم ملک ماست، ترکمن صحرا ملک ماست، شما چرا اومدی اینجا هستن؟ شما بعد از اینم رفتید به سراغ قاچاقچیان، درسته؟ شما در مورد قاچاقچیان چگونه عمل کردید؟ در جراید نوشتن دیگه، لازم نیست من بیان کنم. از افتخاراتتون میدونید؟ بله، از افتخارات خودم میدونن که مبارزه با مواد مخدر با دست من انجام گرفت و خیلی هم ثمر داشت
ولی اواخر پنچر شد. چطوری پنچر شد؟ یه جوری شد که نشد کار بکنیم دیگه. تو بعد کم کم شما از اون مقام کنار ما رفتیم مجلس دیگه، تا این اواخر مجلس بودیم، از مجلس هم اومدیم. یه چیزی دیگه هم از شما نقل شده، من میخوام ببینم درسته یا نه. از قول شما نقل شده که گفتید کسانی که حکم اعدامشون صادر کردید، اگر حکم درست بوده که اینها به مجازات رسیدن. جوک اینا برای جوک خوب، برای جوک خوبه. یعنی شما هیچ موقع نگفتید اینا اگه مجازات اگر نه میرم بهشت؟ من که همچه حرفی نزدم. من که بینی و بین الله که این حرفو نزدم. حالا شما اگه از من شنیدی بگو. ولی ممکن هست همچین حرفی رو شما زده باشید. برید نزدن قوطیش چقدر قیمت داشته، حالا چقدر قیمت. اینا همش جوکه. جوک. نمیدونم الان انگلیسان چی میگن بهش. جوک اصلا کلمه انگلیسیه. آها. خب. یعنی امکان داره شما همچین حرفی بزنید؟ ابدا. من دیوانه که نیستم. کسانی که شما حکم اعدامشون صادر کردید فکر میکنید احتمال داره در موردی مثلا اشتباه شده باشه؟ بنده که اشتباه نمیبینم. حالا اگر شما بدونید یه حرف دیگه است. بنده که حاکم شهر بودم اشتباهی در کار نبود. بنابراین شما کاملا وجدانتون راحته. وجدانم اینقدر راحته که اگر شما بذارید من الان میگیرم میخوابم.